5 تا از بزرگترین فوتبالیست های تاریخ. شاید مسی رونالدو رو بشناسی، اما بقیه رو چطور؟ این اسطوره ها فوتبال رو برای همیشه تغییر دادن. شماره 5 یوهان کرایف، مبتکر فوتبال مدرن و تیکی تاکا، شاهکار فوتبال هلند. شماره 4 کریستیانو رونالدو، دارای 5 توپ طلا، رکورد شکن در تمام لیگ ها و نماد تلاش و انگیزه. شماره 3 لیونل مسی، دارای 7 توپ طلا، برنده جام جهانی 2022، بی‌رقیب در دریبل و گلزنی. شماره 2 مارادونا، جادوی خالص، یه مرد، یه توپ و یه دنیا حیرت. با زدن گل قرن و دست خدا، مارادونا جاودانه شد. او فقط بازی نمی‌کرد، زمین رو می‌سوزوند. جنونش جادوش بود. اما شماره 1 پله، پادشاه ابدی فوتبال، 3 جام جهانی، بیش از 1000 گل. قبل از همه اومد و از همه جلوتر بود. پله فوتبال رو اختراع نکرد، فوتبال با پله شروع شد. سلطان بی‌رقیب. و به نظر شما کدوم یکی بهتر بودن؟